این اولین گرد همایی مو قرمزای ایران تو تاریخ. شاید براتون پیش پا افتاده باشه یا ساده باشه، ولی انجام دادنش خیلی مهم و سخته. برای اثبات حرفم با گوگل کردن ساده میفهمی که تا حالا گرد همایی مو قرمزا تو ایران تشکیل نشده و همش مال کشورهای دیگه مثل هلند و ایرلنده. پس امروز قرار جواب بزرگترین سوال دوران بچگیمو بگیرم. شرکت تو دوره همی مو قرمزا چه حسی داره؟ ولی قبلش باید بهتون توضیح بدم که تو این 4 ماه چه اتفاقی افتاد و من چه سختی‌هایی کشیدم تا تونستم این کارو انجام بدم. اگه تا حالا دوره همی تدارک دیده باشین احتمالا میدونید که اول باید افرادی باشن که بیان و بعد یه مکانی باشه که اونجا جمع بشن و بعد برنامه‌ای که اونجا چیکار کنن. و خب برگزاری یه دوره همی 2 نفره با دوستاتون خیلی راحت‌تر جمع کردن افرادی که تا حالا ندیدی و تازه فقط 1 تا 2% جامعه رو تشکیل میده. پس به بهانه روز کیسه جینجر دی یه ویدیو گرفتم و گذاشتم تو پیجم. بزرگترین گرد همایی جینجرها تو ایران برای اولین بار. هدفم پیدا کردن 100 تا مو قرمز بود. ولی ویدیو خیلی سریع وایرال شد. تقریبا 210,000 نفر 690,000 نفر تا الان دیدن. پس به یه فرم تهیه کردم که بیان توش ثبت نام کنن و ثبت نامی‌ها داشت زیاد و زیادتر میشد. 326 نفر فقط ثبت نامی داشتیم و منم دنبال جاهای مختلف بودم. اول تو کافه هماهنگ کردم، بعد جاها بزرگتر میشد و بعد اسپانسر پیدا شد. رقم اسپانسرها میرفت بالاتر و من با همشون شفاهی قرارداد بستم. و در حال جواب دادن دایرکت‌ها، برنامه‌ریزی، هماهنگی، بدو اینور مشورت کن و کلی داشتم کار انجام میدادم که بتونم بهترین نوع دوره همیو داشته باشم. از زمان انتشار ویدیو تا روزی که من میخواستم این کارو انجام بدم کلاً 7 روز زمان داشتم و همه چیز تقریبا آماده شده بود. از فیلمبردار، خبرنگار، پذیرایی و تو این پروسه من انقدر درگیر کارهای مختلف بودم که اصلا یادم رفته بود غذا و آب بخورم و تنها وعده‌های غذایی وعده‌هایی بود که به زور بهم میدادن اطرافیانم و حتی وقتم برای خواب نذاشته بودم. یعنی من هر 2 روز یه بار 1-2 ساعت میخوابیدم و توی بازه 7 روزه فشاری که داشتم به خودم میآوردم کم کم داشت خودش رو نشون میداد. 1 روز قبل از ایونت همه چیز ریخت به هم. به خاطر آلودگی هوا تعطیل رسمی بود و من نتونستم مجوز بگیرم و خب خیلی مشکلات دیگه هم اتفاق افتاد که نمیخوام سرتون رو باهاش در بیارم. ولی اسپانسر اصلیمون که جا بود یهو خودش کنسل کرد و هر چی که براش برنامه‌ریزی کرده بودم دود هوا شد. بعد از یه بازی طولانی 4 ماهه که استراحت کردم، یکم سفر رفتم، برگشتم با کوله‌باری از تجربه. شروع کردم دوباره به کار کردن، ویدیو درست کردن و متوجه شدم که مهمترین چیز استراحت و برنامه‌ریزی درسته که دفعه پیش شکست خوردم، ولی از اونجایی که تخصصم به چالش کشیدن خودمه تمام سعیام میکنم که حداقل یه جمع کوچولو تشکیل بدم که بتونم این حس بودن تو جمع مو قرمزا رو تجربه کنم. پس هدفمو گذاشتم با همون 100 نفر استارت بزنم. شروع کردم برای جا هماهنگ کردم. با یکی از دوستام صحبت کردم که قبول کرد کافه‌شو در اختیارمون بذاره و دوباره شروع کردم به جینجرها پیام دادن. و خب به خاطر اتفاقی که افتاد خیلی‌ها فکر می‌کردن که دوباره هم قرار همون اتفاق بیفته. بی پدر مادر بذار هر چی میخوان بگن در هر صورت که بعد انجام بشه. و بالاخره روزش رسید. جمعه 10 صبح رفتم کافه. هماهنگی‌ها رو انجام دادم، آماده شدم، هدیه گذاشتم، برنامه تدارک دیدم تا بتونم این ایونت رو تشکیل بدم. ولی من مطمئن نبودم که چند نفر قرار بیان یا اصلا کسی میاد یا نه. و اگه این یکی هم با شکست مواجه بشه حداقل شرمنده خودم نیستم، چون میدونم که دارم تمام تلاشمو میکنم. و با اینکه فکر نمی‌کردم کسی بیاد ولی کم کم مو قرمزا اومده. و مفتخرم بگم که شرکت تو گرد همایی جینجرها این حسو داره. بابا باریکلا. اولین چیزی که فهمیدم این بود که اکثر مو قرمزا هم به خاطر موهاشون تو بچگی مسخره میشدن. بهشون میگفتن آنشلی یا هویج. اونایی که بچگی اذیت شدن دستشون رو ببرن بالا من ببینم فقط من بودم یا خوب داری.
کسی تو دوره مدرسه‌اش بهش میگفتن آنچلی. بعد از یه توضیح مختصر راجع به ورزش کرنهول، بچه‌ها یکم بازی کردن. خیلی خیلی ممنون کسایی که اومدن و دمتون گرم دیگه. حالا بریم با هم آشنا بشین، دوست بشین. آره. خوبی شما؟ و همه استیکرهایی که براشون درست کرده بودم و برداشتم و بچرخیم دیگه. فقط یه جوری بچینید که پشت به هم نباشین. یا و بعدم شروع کردن به امضا کردن این تابلو که یه یادگاری از این جمع بمونه. بعدم برای تبلیغ اسپانسرمون از بچه‌ها خواهش کردم که نمایشی برن تو گیم نت بشینن. البته که دوست داشتیم بازی کنیم ولی انقدر حرف بود و تایم کم بود نرسیدیم بهش. چطور به نظر این همه جینجر؟ خیلی حال دادیم. بابا دم شما ما یه فضای درست کردیم بیایم اینجا خوش بگذرونیم. دوست دارم شما بیاد بهتون خوش بگذرونید. خیلی خوش گذشت. دمت گرم. مرسی عزیزم. مرسی، ممنونم. و ممنون از آیار کرنهول که این کرنهولا رو برای ما تهیه کردن که یه ورزش خیلی خفنی حالا توی دیسکریپشن نوشتم و میتونید تهیه کنید، میتونید توی دوره همیاتون ازشون استفاده کنید و دمشون گرم. مرسی. استرسی خیلی سخت. و به خاطر اینکه جمع داشت بزرگ و بزرگتر میشد شروع کردیم به معرفی خودمون. من دانیالم، متولد 74م و کارم یوتیوبه. اسمم سهیله. امیرم. تینام. امیرحسینم. شاید براتون سوال بشه که چرا من اینجام، من که موام سیاهه و این چیزا، ولی من از دماغ به پایین جینجرم. سارینا هستم. نرگسم. علیم. سلام خدمت همه همرنگای عزیزم. من مهراب هستم. توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن. ساشا هستم. مهسا هستم. فاطمه هستم. من پرگلم. امین هستم. معاونمون گیر داد که چون تو ابراد مشکیه باید بری موهات هم مشکی کنی، رنگ کردی. من اینطوری بودم که بابا موهام مشکی نیست، فقط ابروام مشکیه. آخر سر بابام چون سیبیلاش نارنجیه اومد مدرسه دیدش و ول کرد نارنجیه. این عکس پدرمه که کاملا نارنجیه. زینب هستم. من محمدم. حسین هستم. آریانم. من جالب ترین خاطره برام این بود که همیشه ترسی داشتم، یه فوبیه بزرگ بود از اتوبوس‌های مدرسه دخترونه. وقتی دبیرستان داشتم برمیگشتم یه اتوبوس بود که داشت بهم میگفت هویج و اول شروع میشد از اول اتوبوس هویج 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 و این هر روز بعضی وقتا هفته یه بار 2 هفته یه بار تکرار میشد و جالب ترینش بود. پوریا هستم. امیرم. من امیرعلیم. شایانم. علیرضا. زمانی که خیلی سنم کمتر بود خیلی هواپیما خلبان اومد دست ما رو گرفت و ما رو به خاطر مومون بردش که داخل قسمت کابین خلبان و همه چی رو نشون داد و حالا از طرف اون شرکت هواپیمایی هم به ما یه کادو، یه بسته و یه هدیه دارن. اگه اکثر بچه‌ها بیشتر خاطراتشون تلخ و تمسخره، برای ما یه تجربه خیلی شیرین بود. امیر مهدی هستم. داوود هستم. اورا هستم. علیرضا هستم. محمد حسین هستم. امیر مهدی هستم. علی آذش. من سوگندم. بچه بودم و مدرسه میرفتم، خب روی رنگ کردن مو اینا خیلی حساسیت نشون میدادم. معاونای پرورشی مخصوصا منو باور نمی‌کردن تا من یه عکس از بچگی بهشون نشون دادم که من واقعا موهای خودمه و کاری دارم نمی‌کنم. ولی بعد اون دیگه مثلا سر هیچ چیزی منو دیگه چک نمی‌کردن، خیالشون از بابت من انگار راحت شده بود. حسام هستم. متولد 76 ام. طراح لباس آینده. اوراد هستم. علی صدا میکنم. ماشاءالله. و حالا دلیل این جینجر شدن آدما چیه؟ دلیلش یه جهش تو ژن MC1R که یه صفت ارثی و نهفته است و باید هر دو طرف این تو ژنشون باشه که نسل به نسل انتقال پیدا میکنه. مثلا تو کیس من مادر پدرم و پدر بزرگ مادرم این شکلی بودن که من این شکلی شدم و درسته که بچگی سختی داشتم در این زمینه، ولی الان انقدر بهش افتخار میکنم که اسم برندم پرشین جینجرمنه. و بعد آب شدن یخ‌ها بچه‌ها کلی با هم ارتباط گرفتن و با هم دوست شدن. و هممون کلی دوستای جینجر پیدا کردیم. کیسه جینجر انشالله که تو بعدی ببینیم.
آقا بالاخره شد و خیلی برام جالب بود که فهمیدم پسرها بیشتر اذیت میشدن نسبت به دخترها، ولی مهمترین چیزش اینه که اصلا فرقی نداره. یعنی آدم خب بچه است اون موقع نمیفهمه، ولی اصل کار اینه که بدونی که اینا اصلا مهم نیست، مهم اینه که چیکار میکنی تو زندگی. ولی جزو لحظه های پر افتخار من تو زندگیه که تونستم یه جمع اینطوری رقم بزنم و قراره بریم برای رکورد گینس. پس ممنونتون میشم اینو بفرستین برای یه مو قرمز یا کامنت بذارین که دیده بشه که بتونیم رکورد گینس رو بزنیم. فعلا رکورد گینس تو هلند ثبت شده ولی قراره بیاریمش تو ایران. میبینمتون، دوستتون دارم. سابسکرایب، لایک، شیر. بریم برای ویدیو بعدی. میبینم بعدی میاد. اسکه بعدش مواظب باش. دست نمیشید کن. آقا خیلی حال دادی. ممنونم. بازم خدا رنگش نکنی دیگه نکنی ها. چرا تو شادیاتون خیلی ممنونم ازت. مرسی واقعا. یه دنیا حتما عزیز دارم. نمیدونم بازم مرسی. آره دانیال خدا رو گردون. خداحافظ. من هستم. سابسکرایب کنید.